سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. اول کار یه معذرت خواهی کنم بابت صدام، چون که سرما خوردم و یکم گرفته. امروز قرار گردشی داشته باشیم در شهر زیبای سنگر. هم رانندگی در سطح شهر داریم و هم قدم زدن در مرکز شهر. حالا چرا به این شهر سنگر میگن؟ علت نامگذاریش به علت پنهان شدن مردم در زمان حمله قزاق‌ها و روس‌ها بوده. این شهر جزئی از شهرستان رشت هستش که در 15 کیلومتری در شهر رشت قرار داره. مسیری هم که الان مشاهده می‌کنین مسیر کوچه اصفهان به سنگر هستش. شغل اصلی مردم این شهر کشاورزی و پرورش ماهی هست. از جاهای دیدنی سنگر سد مخفری هستش که در فصل بهار و تابستون منظره بسیار زیبایی داره. در روزهای دوشنبه بازار هفتگی در این شهر برگزار میشه. دو تا از جاذبه‌های گردشگری زیبای نزدیک به این شهر هم پارک جنگلی سراوان و موزه میراث روستایی گیلان هستش که ولاگ‌هاش رو در کانال قرار دادیم و لینکش رو در دیسکریپشن قرار میدیم. نکته‌ای که باید در مورد سفر به همه شهرهای استان گیلان رعایت کنید دقت در رانندگی هستش که متاسفانه راهنما نزدن و رعایت نکردن حق تقدم به خصوص سر بریدگی ها کاملا رایجه و در همه ولاگ های رانندگیمون دیده میشه. پس خواهشاً با در نظر گرفتن این دوتا موضوع احتیاط بیشتری بکنید. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
France. Oh, c'est là-bas.